برای منم همین مشکله. من میرم تو شهر صدای خیلی خیلی کمه. نمیدونم چرا. جونم عزیزم، جونم. کار داشتی؟ عزیز بشین عزیزم، بریم. شغل داری؟ بشین. بیا بریم عضوت کنم. بیا بچه، بشین. بشین الان بشین. این 6000 تومانی کوینه. جانم. 6000 تا. آره. بگو من چیزم. پارکینگ زندان. چیه چند تومن آقا؟ من تومانی میشم دیگه آقا. چه 6 میلیون؟ بچه کجایی؟ بچه گیلانم آقا. چه اینجوری حرف میزنی؟ درجه دیگه آقا. کجاش لهجه گیلانیه دایی؟ بچه کجایی؟ تو خود کجایی؟ نگاه نداریم. یا آقا سلام. چی وضعیت بیا آقا؟ پایین افتتاحی هست. بیا بریم. وضعیت خراب. نوشابه خوب نیست ولی خوب. ولی خب واقعا بیا داخل. کی؟ ببین. کی؟ خب به من میگن حمید. آقای آریان بیا دنبالم. وایسا، نه وایسا چی؟ آریا مانی یک پسر خوبه. مانی بگو دوستت میشه زنگ بزنم دوست من بیاد. یکی میشه سفارش آریان بگیره؟ نگاه چطوری؟ مهدی کی آریان سفارش میگیره؟ سفارش آریان نیست مگه؟ بابا یه ساعت ما نشستیم اون گوشه هیچکی نمیاد سفارش بگیره. چی گردن بند قشنگی. قابلتون عزیزم. همه مهدی بچه خوبی نبود. سفارش خیلی بگیره. زیاد شده. گفت بیام. آقا من خودمو نمیبینم آقا. چی وضعیت آقا؟ نیما جانم. لباساتو عوض کن کمک کن بابا. عوض کن کمک کن. مهدی نمیگیری جایی جونم. رو؟ چرا میارم پیش خودم. حل. کیه شماره 100 کی اون صدا میکنه؟ منم. بیا خب اون آریان کجاست؟ آقای آقا آریان. بریم زنگ بزن. ای ردیم بریم زنگ بزن. آریان جونم عزیزم بیا ایشونو عضوش کن. ایشونو اوه. استخدام کن. بعد سالها اومدیم تو آیدی بدل شهر. شده سر. آقا امیر خودمون جا کجا؟ بعد سالها اومدیم آقا تو شهر. موبایل واقعی وایسی میبرم نوتیفیکیشن اومد آقا. آقا آره. امیر کجا؟ الو اگه جا داری عضوشی کن میبرمش پیش خودم. خوبی آقا کجایی آقا؟ شما تا فکر میکنم من آقا اسمت رضاه. من چیم؟ من علیم. علی. علی کجایی آقا؟ قولی. رضا کجایی آقا؟ از همه چیز سه تا نفری آقا هستن. من 540 آقا. من اومدم آقا در واکن بگو آقا. نفری از همه خب چیز آقا این قرمزه از آقا. همه چیز این بیارم. کره آبیه ای؟ عزیزم بشین تا ازت سفارش بگیرم. بشین. ایشون مهمون منم بچه. مهدی بیا ایشونو جان سفارش بگیر. بشین عزیزم بشین. بشین برات میارم. بشین الان برات. کلا و جینی بگیم هم بیاد 9 تا داخل. بگو می‌خوام. بیاد داخل. ما هم مهمون ایشونیم. یکی میاد چیز بگیره. کجایی؟ کره آبی؟ اینجایی آقا. همیشه کاکاته من مسکیتم. تو مثل عشق آها الان درست شد. حمید جان امروز رفت تو پاچم خیلی منطقه بده منطقه. برادر واقعا 4 ناراحتم. میلیون چی وضعیت آیه؟ سلام آقا. خوبی آقا رضا جان چطوری آقا؟ یا خدا. ایمونو خوبی میبینم آقا. بین این بیا عزیزم بیا این طرف بشین. بیا این طرف بشین. مهتی بشین عزیزم. بفرما اینجا بشین.
بشین تا بیان سفارش ازتون بگیرن عزیزم بشین. آقا شما جونم کی منو کدوم؟ صدا میکرد؟ ساکت آقا تو دارم من حرف میزنم شما کویشینی؟ دو تا بیا کی منو صدا کرد؟ کویشینی؟ خوش میدین؟ بچه کونی آقا چی جیوازیه ده چی میگم بچه اوی کدوم سگ دونی هستی؟ نه رو هم دو تا کویشینی؟ چجوری نشستی اونجا آقا کدوم سگ دونی گیلان آقا؟ عزیزم بلدی بشینی؟ نه بشین. بله آقا بله میل از این مشکل داشتم حالا آها. چجوری بشینم آقا بیا سفارشتون ازتون بگیرن. ببین، چجوری بشینم رادی حال تو بزن خب. حال تو بگیر. مهدی کجای گیلانین؟ آره. خوش اومدی. اوه آبایی پس آقا چجوری آلتو بگیرم چی بزن برو مهمون دو تا عاشق باشه خیلی خوش اومدی. شما آبایی هستیم پس آره مهدی بزن جان. سر این دو نفر مهمون منم اون طرف دیگه هستن فاکتورشون هم بزن صدای برای من من. نمیشه عجب موهای داری شما آقای موهای خودت آره سلام عزیزم خوش اومدی. صدای من نمیشنوین؟ رادین برو رادین آقا برو. صدا میاد شما آبایی هستیم پس مهدی خب بزن. اینو پرداخت کن اینو پرداخت نیازم ببینیم بیرون مگه برو می‌خواد برو کوف بخوریم برو بیا یا بیا اینا از ایشون سفارش بگیر از ایشون بیا سفارش بگیر بنفشه عزیزم بیا از ایشون سفارش بگیر آقا با اجازه الان آه. میاره الان میاره آقا با بشین اجازه عزیزم بشین فدات شم بشین خیلی آها. خداحافظ. آقا صدا من هست صدا من هست دمت گرم دمت. اینجوری آخه این اصلا رب جانم رضا این خره این خره نمیفهم آره بیا از ایشون هم سفارش بگیر وایس عزیزم میگم الان برات من من نیستم دوست دارید نوشابه دارین آریا من مهمون دارم آوردم اینجا بیا بیا اینجا بیا اینجا الان یه رقم از اینا سفارش بگیر این من بفهمه الان منو واسط میذارم این منوه با منوجی چی آقا منوجی جینی آه این چه مدل منو دادنی آخه دوست عزیز یه کوکاکولا به من بده نوشابه خونید ولی خب ببین دو تا نوشابه از غذاهاتم از هر کدوم یه دونه بهشون بده مهمون منم فاکت اوکی آقا زحمت میشه آقا فاکتورش رو عزیزم بزن برای من دست شما در نکنه آقا ببخشید به خدا آقا ما آقای آریان تازه واردیم آقا ما جان نمیدانم داری آرفو دست بالمون خالی آقا ببخشید آقا دم شما گرم واقعا بله صدامو بله داری؟ بله برای رادینو برو اونور آها گرفتی؟ رادین کی آقا دست شما در نکنه آقا ببخشید آقا. هر کدوم یه دونه واسه هر کدوم ببخشید آقا من کلا 12 کی دارم آقا شما کی دارم آقا ما اون رو دادم به امین رفت آقا داری؟ دادم رفت 9 میل داری آقا من پولمو دادم به امین رفت آقا او عزیزم اینجا مال خودتونه آو. اومدین کجایی آقا واقعا دست شما در نکنه آره ببخشید آقا ما تازه واردیم ما نمیدونیم چه شغل جوری اینجا نداری؟ نکن دیگه 4 ساعت اینجا نشستی من آریان مهدی نقدی هم لحظه سب کن بابا دارم دهنم بله. سرویس میشه یه ذره اینجا جاش بده نشستی شغل دارین شما آقا دم شما گرم بله من یه ساعت فکر میکنم تاکسی انتخاب کردم خب یه ساعت دیگه بیاین پیش خودم عضوتون کنم بیاین نه اینجا یه یعنی جای- واقعا یه جای میشه؟ دیگه داریم. اینجا هم از خودمونه اینجا پره اینجا ظرفیت استخدامشون بابا بیا ما تایوانیم از یه بار دیگه بزن که رستوران بازه بذار بیام یعنی بریم با بچه ها تایلند میریم ما بله بله آقا فجای درستی اومدیم آقا گوشی تو در بیار عزیزم شماره رو برای شیر کنم یه ساعت دیگه گوشی زنگ با- بزن یه تا چیز مسئولی آقا دم شما گرم آقا مهدی گل آقا بیاین تا استخدامتون کنم پیش خودم
واقعا بریم همینجا یعنی یه حاجی ساعت دیگه خیلی میام FPS همینجا. رو آقا نمیتونم دست بیام جلو. شما در نکنه آقا. جای دیگه است، میای اینجا، از اینجا میای پیشم میریم با هم دیگه. پس یه تایلند ما رو ببر آقا. بله چیزی میخوای؟ میبرمتون شما. بیا ماشین غذاتون رو آوردم میل ماشین کنید. آوردم ماکسیما. غذاتون رو بزن. میل کنید. استراحتتون رو بکنید. یا ماکسیما کیفیت آوردم. چطوره؟ آه. غذا چطوره بچه؟ خوبه کیفیت غذا؟ آقا خیلی غذا عالیه آقا، واقعا خیلی چسبید، دست شما در نکنه، نوش جون. واقعا خوشمزه بود. رادین راضی همه یکی صادق بوقی بگو گفت آره. چیز دیگه نمی‌خواد. املت صدف کیه آقا؟ به خاطر گیر ندن مجبورم بود. چی؟ بذار میگم ببین اه دارم میخورم آقا. ولی خب صادق بوقی گذاشتن. کوکا آره دوستان دوشابه خوب نیست ولی خوب، دوشابه خوب نبود ولی خوب آقا، دم شما گرم واقعا. بود نوشابه. خیلی FPS نه عالی بود آقا، دم شما گرم واقعا. آقا ما واقعا از شما ممنونیم، مزاحمتون نمیشیم آقا. فعلا که رئیستون بنده حرف نزد. بیا دم ببرمتون، بیا ببرم. آقا دم شما گرم به خدا آقا. ماشین هست ماشین هست، دم شما گرم بیا آقا. بریم، بیا بریم. پیدا میشه آقا، ببخشید. چی بگه؟ کجا می چی شده؟ بنز آقا. بله جانم بفرمایید. بفرمایید. مثل شما چه کتت باز آقا. رئیس های مامودان هستی شما؟ بله؟ پارکینگ بریم. نه اینجوری نگو دیگه، باید بشینی دیگه، اینجوری نگو، بذار فکر کنم که اسکلیم. آقا ای آقا بنزین دارم من. دوست از بنزین چی میگه آقا؟ اینجا انزلی نیست، بشین تو ماشین بریم. انزلی چه آقا، بنزین گرفتم. بیا بش. ماکارونی قربانش برو سریعتر برو پارکی مرکزی که من برگردم بچه ها کمک دستشون شه. بله افتتاحیه آقا بود. ببخشید من پشتم بتونم. راحت باش عزیزم، خواهش کنم. آقا دم شما گرم واقعا، عجب ماشینی. ماشین رو سرویس کردی آقا. تصادف کن تصادف. قربونه. آقا دم شما گرم واقعا، خیلی ممنون، شب شما واقعا بخیر. نه آقا پیدا میشه آقا، اینا اینا بنز. دم شما گرم. بشین آقا بشین. آقا ناموسن دست شما داره. بیا اینجا هست آقا، لازم نیست آقا، ما جایی نمیریم. کجا آقا بریم کار را بریم. ما کجا کار پارک مرکزی. آقا دم شما گرم واقعا، دست شما درد نکنه آقا، ببخشید آقا، دست درد نکنه. ما به زنگ میزنیم پس اگر مزاحم نیستیم. برو عزیزم، برو راحت برو. دست شما درد نکنه، دم شما گرم. بیا آقا ماکسیما آوردن. پیستول من یه دونه دارم آقا، ولی باید خودت بخری برای خودت دیگه آقا. آقا این هنوز همون گوریه که بوده آقا. زیبارو ما بنزه زد بهش ماکسیمای بکشیه. زیبارو ماشین سفیده ایم، چپت زیبارو، چپت سفید، ماشین سفید. خب بنزین جلو چپ جلو چپ. نه جلو پارکی مرکزی. دوست داری کورس می‌دادی؟ جان چرا رو قرمز کردی آقا؟ میندازم ولی شاید چیکار میکنی آقا؟ آقا چی وضعیت هستن آقا؟ های زیبارو میزنی؟ بابا ماشین لگن آقا، راه دوست شوهرم میشه آقا. آقا این راه نمیره آقا. ماکسیما خاموش نکن. خاموش کرد ماکسیما.
ماکسیمو خاموش نگه. عزیزی برو بیا شما با ماشینت پشت ما بیا آقا، ما کارابری بزنیم بعد بیای دنبالمون آقا. اوکی. هی یادش بخیر کجا آقا چقدر. اسپورت میاش. آره آقا. یا علی. من نخورد آقا. وای. خاموش کرد. وای سایزی برای یه گان بخریم الان بیام دنبال آقا. جان چند تا چی؟ بهت میگم آقا شما بخر یه دیگه. ببین روش میزنی داری شما اف مهمات رو میزنی نوشته. توی تیرات نوشتی تو اینویتوری نظریه چقدر تیر داری. مهمات آره آقا بعد آرو گانو نگه دار، آرو بزن ریلود میکنه آقا. من 16 تا تیر دارم آقا. گان من 2 بود، من دستم خورد اونجا گان کشیدم، بس 3 رو زدم بنزین کشیدم. یارو گفت اینجا انزلی نیست، گفتم بیا برو آقا ما کارانی بنزین دست من آقا. آی. راست میگه. میخواست با همون فایت بده عزیزی برو. آی. آقا ATM جدید آقا، این پولش نمیده آقا. ببین صندوقش چیزی نداره آقا. آخه من سریع نشستم تو ماشین خالیه کرد. ای بابا دلم بریم میخواد آقا بریم یه هاگاما دقیقه گانشاپ بخرم. من تیر بخرم. نه بغل آقا 570 آقا. قاطی کرده شده مارکت تو برش داری آقا وایس. او نه مارک من آقا. کی به من پیام داد دیسکورد آقا؟ چی وضعیت آقا؟ همون آقا من چرا میدون میام بیرون؟ آزادی. میدون آزادی. کجا کدوم منطقه بیام؟ آقا من رفتم توی ماشین گرفتم کجا خب منطقه ماشین داری؟ ماشین چی داری عزیزی برو؟ الان ماشین آیسی. عزیزی برو ماشین خوب بیار آقا. آره اوکی بنزین. آره آقا اصلا تغییر نکرده آقا، همون لگنیه آرمورا که رو بوده. بردم پایین. آره آره ای آقا آها درست شد. گوشای ماشین چی داره؟ ای من پینگمو چرا نزده آقا؟ F10 رو میزدی؟ F8 اوورلیز پرفورمنس تولز پرفورمنس گیم لانچ کویت. نه آقا الکی مگه آقا. دم شما گرم آقا. ماشین آره آقا آره. یه دقیقه وایس آقا. من FPS هم فقط SPS همو زده این بغل، برای شما اینجوریه؟ آره خب آقا تیکاش همه هست، فقط FPS رو ولی زده آقا. ببین F8 اوورلیز درا FPS دیگه. آره آقا ولش کن ای وای. فقط یه لحظه وایسا بنده ریلود کردی آقا. ببین هر دفعه تیر تموم شه بعد رو بزنی یا دیگه مثل قبل اتوماتیک ریلود نمیکنه. ایو حالا شوتیه سرقت بیه آقا.
اسپورت ای زیبارو برو ماکسیما یه چیزی بیار آقا بهمون برسی ای خب زیبارو. کشیدم چی کشیدی آقا؟ میتسوبشی کشیدم. آخ حاجی بیشی. اوسی آره. فکر کروما میتسوبشی سانرایز. پرونده من وزنتونه. آماده بذار فقط یه اینتر بزنی آقا. ای زیبارو بیا منطقه اسپورت رابری. اسپورت اوکی. موتور باز آقا. خودرو قفل است. پرونده من وزن اینه ولی سرد نمیشه آقا. آقا سه نفریم بریم خفگیری. حالا ای زیبارو بیا این یکی دو تا اینا بزنیم آقا بعد میریم آقا. استارت نشد آقا. استارت شد آقا. بچه نه بذار آقا. بشین بذار. ای زیبارو بله بیا منطقه 1012 1012 ای زیبارو. اوکی. دن آقا گذشتی با فاصله رانندگی کنم آقا نمیشه که آقا. الان جای خوردیم چند دقیقه که گذشت. الله آقا یه ماشینی نیست که آقا. ای وای لگ آقا 20 شد آقا. اینجا ریایت آقا. اسم منه دیه نیا دلتی شما دیه نیا لورستانی کنه. برزن قدم نیا رزا برو ادام بدو بیا برام گریه برو بشین نیا پولیس افتاد دنباله. آره با ای زیبارو. نه دنبال یکی دیگه است. دنبال من آقا. شما جلوتری فکر کنم آقا. یا علی آقا اسم منه دنیا خوشگل. ببین کی شده رقیب من امروز حالا. ای زیبارو بگو راست بگی راست ای زیبارو. امروز حالا سگم برو دیگه بختت بسوز آسمان تو این همه آخر زمان تو این همه خلق خدای رادی. ببین کی شده رقیب ما سینه بودم و چندنم پرونده من وزنتونه و زندگیم رفته به بود و چندنه دارم برات وقتی امرو بر بیداری گفتر میشی از بغل کرج آقا. خندم میگیره آسمان دن 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 اسیرم میشی یه آقا. رفت اون بر آقا. ای زیبارو اومدی آقا. دارم میام. آقا رفت چرا آقا؟ داره میاد. کجایی؟ آقا بیا منطقه که بهت گفتم ای زیبارو. منطقه رو دارم میام ولی الان پلیس منو بگیر. ای زیبارو پلیس که شما ای زیبارو گاز بده برو آقا. ای زیبارو وایسا ای زیبارو بیا منطقه
10-11 وایسا منتظر ما. خب من بهت گفتم بیا کمک من. ده 11 دوتاشون هستن آقا. آره رادین چیکار کنیم آقا؟ این کیه آقا؟ آی زیبارو اسیرم. آی زیبارو 10-11 وایسادی آقا. دارم وای میسم. بعدش بیا 10-12 دنبالمون آقا. دمت گرم. وقتت بسوز آسمان. آقا چیکار کنیم آقا؟ همینجا سمت چپ وایسم آقا. وایسا کمربند تو واکن آقا. آماده باش. نه گان اگه آیدی نداری دستت دیگه آقا. ویزلیوز افتادی دنبال شما. آی راد اینجا رو میپیچم آقا. کجا گذاشتم؟ مر داره داستان هر وقت گفتم آقا. آی راد اینجا رو میپیچم چپ وای میستم. وایسادم. بشین ولش کن. بشین آی راد ایکسو نگه دار آقا. زدت آقا. نه یکم جلوتر آقا. آقا تحویل بدم بریم. من چه سمت منطقه چپ نخورد آقا. من منطقه دادم. آجی ویزلیوز پلیس اونجا. کجاست آقا؟ آی زیبارو شما کجایی آقا؟ همون سمت آی زیبارو بیا منطقه 10-11 آقا. ببین آی کدوم منطقه؟ بیام 10 11. سلام آقا. که ببین آی رادین اینا الان فهمیدن ما تو پیچا وای میستیم آقا. ببین آی رادین ارزم به خدمت شما بنزین یکم داریم. آره آقا بذار یه جا نزدیک بشه آقا. پیاده است آقا. بذار پیاده باشه آقا. شو خاموش این پیاده شد آقا. صد و 11. ای زیبارو ولی وای ماشینم چپ کرد. چجوری چپ کردی آقا؟ شما که FPS نمیذاره راه بری آقا. آجی کورو خواستم برم سمت 10 11 بیام وسط جاده میزنن. خب آقا من اینجا رو میپیچم چپ وای میستم آقا. پشت ساختمان آقا. کمربند وا کن آقا. چی شد زدینش؟ بشین آقا. بشین آی رادی بشین. آی شما مردی؟ ای بابا نه آقا من در رفتم آقا. شما چشم به من بزنی هاشمی نیست آقا. کی؟ آقا یه پیری دنبالمه که آقا. این نمیشینه آقا. خب نمیتونم. آره دیوار میشه آقا.
و نمیتونم ماشینم آقا چپ خاموش کرده. کردم آقا. ماشین آقا چپ من کرده خاموش کردم آقا. خدا. ماشین چپ تو کو افیس 19 20 نمیتونم رفتم بالا کو چپ کرد ماشین. ماشین آیه نیما. آقا من دارم. آقا من ضربه مغزی شدم. آقا من نمیدونی چه وضعیت دعونی بود آقا. دارم فرار میکنم دارم بالای کو ام پی سی افتاده دنبالم تفنگم فوق خالی شده وای آقا چی وضعیت آقا من نمیدونی چقدر وضعیتی داغم مردم آقا. کجایی کدوم منطقه 10 14 من هنوز 10 11 10 ام پی سی اصلا وجود نداره ما بنده ضربه مغزی شدم آقا. خوش حالت مغزی شدی چرا مگه آره یه تاگه یک نه بابا وف. بذار بره بابا برش کن. دانیال تو کجا مردی تو کدوم منطقه مردی من ضربه مغزی شدم آقا. کجا منطقه بده میگه چیکار کنی آقا. بیام بلندت کنم میتونم آجی میتونم بلندش کنم اینو باید بلند کنی آقا. عضله آقا من داشتم میرفتم های رادین. هی تیر زدن ماشین دود سیاه کرد آقا. بعد داشتم میرفتم آقا پنچرم کرد آقا. همینجور که داشتم میرفتم اینقدر به من تیر زد ماشین خاموش کرد آقا. خب بعد داشتم با سرعت 20 تا میرفتم همینجوری خاموش اونم داشت میومد دنبالم. بعد من ماشین رو کجکی کردم پشت ماشین بشینم. بعد تیر زد به ماشین باک ماشین سوراخ شد بنزین داشت میریخ آقا. نزدیک بود ماشین بتره که بره هوا. چی وضعیت آقا هایرادین پشت ماشین قایم شد. پوریه من نمیام زنده. بله طولی باشه من چیکار کنم پولشو من نمیدونم خب مدیکم پول میگیره ایزان هیچ ربطی نداره 5 میگیره 5 گیمی دیگه میخواست سرقت نکن ازش خسارت بگی به من ربطی نداره 10 بار اصلا تیر میزنم به تاییدم هیچ ربطی نداره اوکی قانون داره دیگه شما خلاف انجام دادی مجازات هم میشی شما اصلا تیر میزنی شما تیر بزنی ما هم نداریم تیر بزنی واقعا تغییر کرده حالا ایزم چی نزدم به تو
عزیزم پیاده شدی گان کشیدی بالاخره گان کشیدی bu چه خواهی؟ پیاده شدی گان کشیدی عزیزم چه ربطی داره هر کاری گلوی تو رو با چیز یه چیزی آورد، یه چیزی گفت کم آوردی رو با منی. bu گلوی من خراب. کارت ملی تو بده سریع من جایی نمیام بگو. عزیزم مشکل داری برو شکایت بکن اوکی این نذار آقا کجایی ایرادین؟ عشقم پیش زنگ نزن کجایی آقا؟ خب آتسه چی شده؟ چه عزیزم من وضع؟ صلاح دونستم شما رو اینجا بود ریوایو بدم ای من جلو دارم آقا. خب یه لحظه سلام. بس چی میگه؟ مسئله چیه؟ ها؟ مدیک مگه بلندت کنه بوسش میکنی؟ کی گفته مدیک کی گفته مدیک 5 گیم میگیره؟ شما کجا تیر خوردی؟ کجا تیر خورده بود؟ دست تیر نخورد، تقابل راست تیر خورد و تقابل راست و امدی بخواد بیاد اینجا به خاطر اینکه داره تیر در میاره سی که ازت فاکتور میزنه برات. الان هم اگر مشکل امروز با داری، اگر الان جور مشکل حالم داری نرو جایی که خرابه، بخوای تیر بزنی. عرق سگی برام بچه خرابه. بچه بله دقیقا با شما هم. نه خیر دچار با شما نیستم، میگم اگر مشکل داری گان بر ندار برو اینو اونو بزنی. برو سرقت. کیو زدی؟ تیر زدی یا نزدی؟ باشه کارت شناسایی تو تحویل بده سری. کارت شناساییت رو به من تحویل بده. 12 میری کار میکنی دوباره گیر میاری. بدو کارت شناساییت رو بده. یه بار دیگه بیشتر بهت نمیگم. سیمان کارت ماکسیمال شناساییت رو جلو بده. دارم آقا. دقیقا تهدیدت دم میکنم. شما تیر گرم آقا. زدی میخوای عجب تهدیدت ماکسیمالی نکنم. آقا. کارت شناسایی سری. موات چی شده ای زیبارو؟ موات چی شده ای زیبارو؟ داستانگویی تموم شد کارت شناسایی رو موزه بده سری. دقیقا با تو هم. شده امیر کچر. ای زیبار کله رو چه ترسیدی آقا. سیبیل فقط سیبیل. خسته نباشی دوست عزیز. خسته نباشی آقا. اینم خوب 15 هستی؟ کی فاکتور. آقا ببخشید من بعدش کار برادرم رو اینجا پرداخت گرفتم کن. خب میخواستم اگه تو بشه ایشونو ببینم کارت آقا. میشه شناسایی تو امکانش هست تحویل بیان؟ من تحویل بده. بله آقا کارت فکر میکنم شناسایی داخل تو باشه یک بار آقا. دیگه به بنده تحویل بده. ای بابا یعنی رای بله نداره قربان من رای دور تحویل بده اومدیم کارت آقا شناسایی گیلان تو. اومدیم. دستت در نکنه آقا کارت دمت گرم. شناسایی تو رو ممنونم. کارت ملیت رو دوباره آکی بده به اوکی من. دمش گرم. بیا یه دیبا. یک بار دیگه بده. یک گذاشتم جیبت یک بار دیگه بده. جیب سمت راستته. بده. ای زیبا ماشین رو بزن پام خسته شد آقا. در رو بزن بشینیم تو ماشین آقا. چرا حرف حالیش نمیشه؟ خیلی مقاومت میکنه در مقابل فهمیدن. آقا کاریت نباشه من گذاشتم تو جیبت کارت شناسایی تو بهم بده. چرا حرف میزنی؟ ای رادین دیگه همکاری کن باشه. فکر نکن الان من باهات اینجا میخندم ها. همکاری چی بچه بود الان آقا این پرونده کی بود سازی آقا؟ کردم. الان پرونده سازی کردم برات بد میفهم. دنبال من بیا. دنبال من بیا. بابا دنبال ای من نیم بیا. ای دانیال بیا بریم ای رادین. تموم کن کار آقا بریم آقا. برو داخل این اتاق. آقا ماکسیما رو بردم کارواش آقا تمیز کردیم آره آقا. دیگه اینجا نیست. 5 کی میگیره 5 کی میگیره؟ خدا 5 کی میگیره. مجانی بود که آقا 5 کی. مجانی قبلا بود خدا بیامرزه. این از من بگیر. این از من بگیر.
من داخلم آقا. ایرانی فرار کن دستت بازه. او در بسته است فرار نکن. برو اونجا وایسا. آقا لباس همو نمیتونم درارم. ماکشاتو بده من. ماکسیموم آماده است، فقط سریع فرار کن. جان آقا. سرقت خودروی محمدی. شوخی. یک سری خدمات براتون در نظر گرفته میشه. مقامات شهرداری وسایل مورد نیاز میدم بهتون که بتونید یه قسمت رو جارو بزنید و نظافت کنید. روزتون خوش. ای آقا رفتی آقا. شما نیستی اینجا آقا، بگو من بیام بیرون آقا. عزیزی رو بگو از برو آقا، برو تو استخر. درو بزن عزیزی رو. محمدی. آقا اومد بیرون گفت داخل خوش گذاشت، گفتم بابانی. بعد گفت دقیقا با شما های زیبارو گاز زد رفت آقا. های زیبارو برگرد اینجا، این تو استخر اینجا سای ردین سمت راست. استخرم میاد. استخرم میایم. یکم نزدیک به استخر وایسا. آهی زیبارو درو کندی آقا، چی وضعیت آخه. قربان شما آقا.
آقا چی شده آقا؟ آقا اه؟ آقا این دیوار رو بردم براتون آقا. یه لحظه بایستید آقا. آی رادین آی رادین آی رادین آی رادین آقا هستی دنیا هستی دنیا آی رادین آی رادین آی رادین کجا رفت آی زیبارو؟ آی زیبارو آی زیبارو آی زیبارو چی وضعیت آقا؟ اینو خیلی این چیز کن این رکورد بگیر آی بنیامین بنیامین کی آقا؟ نه وایسا آی رادین آی ایموته خیلی باله آقا چی کدومه آقا این موته؟ وایسا بهت بگم آی رادین رو قسمت شیر چیز کجا رفتی آی رادین؟ F4 رو بزن برو شیر ایموت چی؟ کجا رفتی؟ شیر ایموت آقا بود وضعیت خیلی خنده دار آقا. بیا آقا بیا بیا آی زیبارو ببین آقا بیا خدا
این مدل های مختلفی داره. کدومو بزنم وایس یه دقیقه. ببین 15 کریمی کیوت 3 کریمی کیوت 4 بیا همین پایین نوشته کری وایسا. کریموت. خیلی ایموتای خوبی اومده تو سرور. کریمی 4 رو بزن به من. ایسا قبول کن. ای وای چه عاشقانه. بخورم. اینو بزن. این چیه؟ آه نه بیا ایزیار بیا یه دقیقه بیا اینو من بزنم بهت من کرید کنم. اوکی سیاه عشق و وحشی هم میخونه. این کدومه؟ اینو بزن. نه بیا پایین. این چیه؟ اینو بزن. با این فکر کنم معمولیه. اینم که هیچی. هیچ چیه؟ ها؟ اینو بزن ای چجوری؟ چی وضعیت؟ آقا دوباره بزن. تکون نخور اصلا تکون نخور. وایسا من بیام جلو دقیقا. اوه آی زیبارو وضعیت بدیه. این چیه؟ اینو بزن. اه؟ این چیه؟ اینو بزن. وای اینو بزن آی رادی. آی زیبارو اینو بزن. CPR میده. چیه؟ این چیه آقا؟ اینو بزن. سلام عزیزم خوبی؟ اینو بزن. اوه اینو بزن. آخه نه اون جلو بگرم میکنم. نپری پایین. بپری؟ نپر آقا نپر. یو علی اینو بزن آقای زیبارو. یو چه عاشقانه. چه جای رومانتیکی های زیبارو. اینو بزن. چی شد؟ بعد رو به هم باشیم. بیا نایس اوه این چیه های زیار؟ اینو بزن. اوه اینو بزن. اینو بزن. وایسا تکون نخور ببینم چی جوریه. تکون نخور. من راه ببین میتونی راه بری. نه نمیشه. این چیه؟ اینو بزن. اینو ببینه رادی پشماش میریزه. اینو بزن. منو پوله وایسا بذار برم جلوی رادین اینجوری باشیم تا بیاد. بزن. اینو بزن. یه بار دیگه وایسا یه بار دیگه بزن. آفر پیگی بک چی؟ این چیه؟ اینو بزن. خربازیه آقا.
وایسا وایسا آهنگ یا گوش بهش میاد آقا. همین جلو آقای رادی بذار بشینم بریم. بیش برو بالا ماکسی باشی بذار سوار ماکسی باشیم ببینیم تو سقف. وایسا بازش کنم بیا. ای بعد اول فکر کنم چیزت کنم بعد بگیم. آره وایسا. تو ماشین نمیشه. آره بیا بیا جلوی آی رادیم بزنیم اومد بخنده. اوکی بی جلوم. این چیه بیا ایسا جلوم وایسا بزن. اینو بزن. برعکسش. چه حالا رادی آی دیوار ندم منو آقا. این چیه؟ بی جلو آی دیوار. این چرت و پرته. کیف میکنه آره این چیه؟ چیه اینا بزن دوباره. تایتانیکه تایتانیک اینو بزن. آی زیارو من بزن بمیچه راهری. نمیشه راه این چی؟ چیزای جدید اومده بیا اینو بزن. این اونه. اینا هیچی. اینو بزنم وایس ایکسو بزن. اینو بزن. ای وای این چیه؟ این چیه؟ من نه این چیه وایسا؟ نه این حالا بزن. این چیه های زیار؟ اینو بزن. این چیه؟ این چیه؟ چیزای جدید اومده این چیه؟ سلام عزیزم. این چیه؟ چیز خوب دنبالم بیای زیور. وایسا یا آهنگ بذار با تو حکایتی دیگر این دل ما به سر کن. اینو بزن زیور. آی زیور بیا اینو بزن. اینو بزن. وای آب غذام داره تمام میشه چی این چیه آقا؟ وایس آقا. اینو بزن. اینو بزن. وایسا دوباره بزن.
آجی اینا رو عکس بگیر عکس بگیر یعنی نمیتونم زیاد آره، آره. بذارم تو آره عکس بگیر بزن یه دونه دیگه. واو. ایش. اینو بزن. اه. دوباره بزن. اه. وایسا اینو من خیلی حال کردم آی زیار. کدوم بسیدم این چی اول یه لحظه وایسا. این چیه بزن. اوه مشتی اینو بزن. اینه خوبه. اینو بزن. چرا نشد. اینو بزن. آه اینو بزن. چجوریه؟ اینو بزن. آهنگو نگاه کن به این میخوره. آره آره رادی نموردی آره رادی رو بزن. آره رادی گفت بیری غذا بکش. همه بیشتر اینو خوشم اومد آقا. اینو بزن. آره دست شما سیفی یخی رو بذار خب یاسمینی اوی درم خبر دیدم داریم یه گوشه ای. آی رادی اینجا رو آقا حتی از مدیک میاد مدیک سیاسته میاد وای رادی نیا کن آقای رادی. آهنگم آجی آهنگم خیلی بهش میاد. همشون هی میاد تو آب هی به دور بشی دوباره برگردی فکر کنم. مال من اینجوری بود. آره اینو بزنی زیارو. نه اشتباهه یه بار دیگه بزن. باید جلوم باشی دقیقا. یه بار دیگه بزن. آی زیار. اینو بزن. یا علی مدن ای نه دوباره میاد دوباره چند بار زدی. دوباره بزن. این برو بابا. بزن جارو بزن بیا بیرون بزنی. اینو بزن. این چیه؟ اینو بزن. ویکی رو نه میشه دوباره بزن. اوه مشتی آیدی بزن بره آقا. بزن بره آیدی بنویسیم در صخره دوستان آقای زیارو در میتونی حتی اینستاگرام هم بزن. آقای زیبارو دوباره بزن. آقای زیبارو اه یه بار دیگه بزن. بد شد اینجوری وایسه. ها از چی جداییم؟
وایسا یه لحظه. این مود خوبه رو بزن آقای زیبارو. چپ خودم. بذار تو اینستاگرام. آیدی بزن بره یک آقا دم شما گرم ما رفتیم. چشم بزنید یا ندید. خدا حافظ. اینس ببین من برای شما گوشی گذاشتم. آره آقا من چرا اینستاگرام ندارم آقا؟ باید بسازی. آقا من اینستاگرام داشتم آقا. داری؟ آره داری اینستاگرام. جواد یسری اولین عکس پس از ورود جواد یسری به شهر به همراه دستخوب قدیم سیاوش قمیشی. آقا چجوری برم صفحه دوم موبایلم؟ چجوری منم تگ میکرد چجوری برم صفحه دوم موبایل؟ نمیدونم بذار ببینم. چجوری برم صفحه دوم موبایل آقا؟ ببین بذار بهت بگم. همون صفحه اینستاگرام بیا. جارو آقا بگم برام. آره این عکس اینستاش فرق داره. آره فرخ این تویی آجی فرخ. منو فالو کن. بذار دانیالم. پابجی بود. اولین عکس پس از ورود جواد یساری به شهر به همراه دوست خوب قدیمی سیاوش قمیشی. ایشالله بعد از درست شدن بعضی از مسائل زیر همین برج میلاد کنسرت برگزار. ببین روبرتو گونزالس کی؟ همین عرفانه. بذار آقای فرخ تویی؟ من صدای شما رو نمیشنم. آقا عکس منو گذاشتی فرخ. عکس فرایزی منو عشق چه میکنه. آقای زیبارو قبل از کشش لایک کردم. آره بکن. آقا یکی ویدیو گذاشته پلیس دنبالشه داره در میره. لایو استوری هم میشه گذاشت. آقا بریم یه دفعه دنبال پلیس بریم چیز کار را بری لایو بزنیم. بزن تموم کن سری بزن تموم کن. آجی الان منم میره. بزن جارو دیگه. منم الان میمیرم. ندارم. برو ماشینو بزن. به ماشین بازی. برو بخواه بیا پول نداری. ریپورت بده ادمین بیاد. بابا من جایی نمیرم زیبارو ولش کن بیا. سری جاروها رو بزن. منم دارم میمیرم. بگو منم بلند کنه فقط. بذار منم بمیرم. منم بلند کنه. بزن سریال جاروها رو. بذار یکیش بمونه دیگه. ماکسیما های زیارو گنگه ها مشکی.
و الان می نویسه VDM شدی که من منو بزن ریپورت منو بزن دادم، منو دوستم بزن منو مرده. بزن بابا من تو رو دیگه نمیتونم بزنم میگه منو بزن آیزی بارو. داد بده، منم دادم دوستم تو زندان مرده. help help. عجب ماشینیه ماکسیما. واقعا. آیزی بار راضی یا نه؟ عالی عالی. فقط رینگاشو نتونستم چیز کنم تغییر بدم. رینگ فابریکش خوبه. رینگ فابریکش خوبه. به به. آقای سیاوش قمیشی. آقای امین کو حاجی؟ امین زنگ بزن. امین اتفاقا صبح باش صحبت کردم با زیدو بیرون بود، گفت ترافیکیم داریم میریم بیرون. ساعت الان فکر کنم ساعت 10 شبه. 15 دقیقه. نمی‌دونی چند آیزی بارو. 15 دقیقه. شبه. آیزی بارو چرا لاستیک عقب رو هوای میبینی؟ آره. آقا تمام واقعا فشار. هاکاما بهتره؟ من میخواستم هاکاما بخرم، سانرایز بخرم، اون بنزه رو بگیرم، دیدم نیست. آیزی بارو گنج پیدا کردی آیزی بارو. شوخی کردم آقا. کی هاکاما میخره؟ نکن گرونه. آیزی بارو، خیلی ما دیگه هاکاما بازی گرونه. نمی کنیم که اگه یه زمانی حالا ما قبلا زیاد بازی میکردیم استفاده میکردیم، الان دیگه بازی هم نمی کنیم. شما هنوز سانرایز داری؟ سانرایز هاکاما رو؟ سانرایز آره دیگه، رادین چیز داره داره فکر دیگه. کنم، رادین داره. ماشین رو رادین نیا کن هاکاما. آیزی بارو، به این میگم ماشین. به به. تو میتونی با هاکاما همچین حرکتی بزنی؟ نمیشه. نمیشه. ببین لاستیک عقب چجوری های زیبارو. عالی. حاجی یه چیزی من الان آب بدنم صفر شده ولی جونم کم نشده. آره یک چند دقیقه طول میکشه کم شه برای آب، ولی غذا سری کم میشه. الان غذا 6. آی را چی شد؟ من ریپورت بدم. بده تو هوای زیبارو. منم الان آخه میگیرم. ستاره ها رو میشمرم فقط به خاطر تو، برای عشق جون میدم. آی زیبارو میبریم ما غذا بخوریم. به آدما نشون میدم دلم آی رادی نمیخواد فقط به خاطر تو، غرور من رفته. ساکو مردم وایس بس مردم. خب نمیر، ادمی بلند نمیکنه آی زیبارو، بشین. نمیتونم وایس. مردم. VDM شدی. وای چی مردی تو؟ چی وضعیت آقا؟ چرا پیاده شدی آی زیبارو؟ بلند نمیکنه الان تو رو ادمین که. بیا آقا ماکسیما رو هم پرید. بابا تا آخر دنیا میرم به دیدن خود مردی که بذار بخوای یه بار مردی ببین میتونی جارو بزنی تموم شه. میتونی همین کریم دیگه. میتونی کریش کنیم جارو بزنه. دلم کسی رو نمیخواد فقط به خاطر تو، غرور من رفته به باد فقط به خاطر تو، یه روز میام به جست و جود فقط به خاطر تو. شما دوچار ضربه مغزی شدی. فقط به خاطر تو نوشته آخه. سلام آقای ادمین. سلام بله. خوب هستید؟ آقای ادمین این صدا میاد آقای ادمین؟ خسته نباشید. آقا این بنده خدا وسط خدمات مرده از گشنگی.
نمیتونست بره غذا بگیره منم- ما منم نداشتیم بلند بهش کنم. بدیم یکی بنده خدا مرد خواست اگه بشین بلند کنی بنده خدا دمت او هم دکتر گرم ضرب مغزی این چی چیه؟ دست شما درد نکنه اون بنده خدا هم میشه بلند کنی کو؟ این بالاه صدا تو نمیاد آدین صحبت کن این هد شده که زیرش کردن زیر زیر شده آره نمیدونم اومد سوار شد فکر کنم همین ویدیم شد اومد سوار شد گوشنگی مرد زیر ماشین دم شما گرم آقا دست درد نکنه حالا مردی که بیا منو کری کن با هم بریم اونجا بیا منو کری کن الان اون ور اسپام میشی بودو بیا خودم کریت میکنم بیا آی زیبارو وایسا زیبارو هم کری کنم دیگه وایسا وایسا، زیبارو بیا. آیدی چنده 200 200 زیبارو قبول کن ای من از گوشتی که الان میمیرم اه، چرا نمیشه نمیشه چرا تموم نمیشه جارود برو من ببر سمت بیمارستان مردم برو جاروشونم بداز بفروشیم برو مردم از گشنگی حالا برو ولش آره مال منم اینجوری شده باشی با هم میزن آی بس خدا دوباره کری کن جارو بندم بره دیگه داره جارو میزنه هنوز یامونو داره جارو میزنه یا علی آقا این داره 500 متر میره 1 متر هم تکون نمیخوره امید دانیال چی خوردی سنگینی همینجوری گازشو میگیری میری آقا الان دادین جلو میزنه از همون آقا داره جلو میزنه آقا زیبا رو نپر آقا زیبا رو نپر من پول ندارم الان زنده شم اینجا اینو بسن 12 کی 12 کی موتور رو بگی بریم ما گاز ماشین بگی برو گان بخر یه لایو بذار بیا گان دارم آره یه دونه تیر بیشتر ندارم آقا چی کار میکنی دوست اینجا بیمارستانه کمک زیبا رو بزن موتور رو بزن بگی دستش بشین آی زیبا رو درگیر آقا آقا بده به من پول ندارم بخرم من ندارم من هد شدم دیگه مرتی که آخ بشین بریم اه آمبولانس داشتم سوار میشدم ماشین بگیش آقا درش قفله در آمبولانسه تو هم مینیسارا در رو آی زیبا رو موتور برداشت رفت ماشین نکشم یه ماشین بکش های زیبا رو بده ما برونیم ببینیم چیه کی یه ماشین خوب یوسفید نه آی زیبا رو یه ماشین بکش که بعدش باش بیای دنبالمون وای آی زیبا رو
بشین بغل های زیبارو، بشین بغل ببینیم چجوریه. چند درصد های زیبارو؟ 100%. به های زیبارو صدا حاکامو میده. دربالایی رو راحت میره. آره چرا اینقدر فرمونش بده؟ الان برمیگردم. نمیپیشه، اینه 405 پرشیا شوتی. بیا از این ATM پول بگیریم. بیا حالا تو برون ببین. این ماشین شبیه الله 770 تومن بود، الان 1 میلیونه. شصت کی؟ آقا من 5 کی میخرم کلا 5 کی و 40 دلار دارم. 5 کی رو در میارم 40 دلارش بمونه. تیر رو دیگه تو برام بخره حداقل. من میخرم آقا، من میخرم. دمت هم گرم های زیبارو. 200 کی دارم. های زیبارو فارم نمیکنی؟ فارم میکنم دیگه، فارم معدن میکنم. 200 کی روزی 50 کی در میارم از فارم. حالا آقا باشید زیبارو. روزی 100 کی 50 کی در میارم. صورتش چی دارد میکنه آقا؟ قرمز شده. سی جی شو بدوزن. برو من سی جیش میام که این بنده خدا بدون وسیله بمونه. وای آقا ترمز سی جی قویه، ترمز اون ضعیفه آقا. چقدر بد ساختن اینو آقا. چی شد؟ آقا گان که 6 که آقا، من یکی کم دارم آقا. یکی بذار جیبم بده آقا. آها دمش رو گرم. نه بذار منم اصله، بذار منم چیز بگیرم، خشاب بگیرم. اینتر بزن آقا، اینتر بزن. بذار آها دمش رو گرم. تشنه مثل خورشید بی سرزمین تراز با یوتا. من دادم آقا، فکرم نداری. های زیبارو یه پولی هم به ما بده. 5 تا بگیر های زیبارو. 25 تا میتونی یه پولی به ما بدی های زیبارو. یه کمکی میتونی در حق ما بکنی های زیبارو. ببخشید های زیبارو. 12 کی 13 کی میتونی بهم بدی های زیبارو. من جور دیگه باید حساب میکنم. بیا اشکال نداره. های زیبارو با همین ماشین خشاب دنباله میخوام. چقدر خشاب میخوام؟ نه پولشو 13 که اگه بذاری جیبم خودم سریع بگیرم بریم آقا. دمت هم گرم. دماغ حال میکنی؟ دستت درد نکنه های زیبارو. 20 تا تیر میشه 10 کی دیگه. برمیداره؟ پول ندارم کس خدا کجام بردارم. نه آقا این آقای زیبارو بود سر کار گذاشت ما رو. های زیبارو دم شما گرم. چه کی دادم؟ یک اف جی. بابا ولمون کن یارو یه چیزی هم های زیبارو در رو بزن ببینیم ماشین چجوری. های زیبارو دمت گرم. بزن در رو های زیبارو. خودم بشینم. بشین ببین بازه. دوباره در رو واکن حالا. یه بار دیگه در رو واکن درست میشه. نه قفل در رو های زیبارو. اوکی شو؟ آه دمت گرم. بریم. وای دمت گرم. های راد این کارواش شده 5 گیم. اینجا تو حتی دیگه خونم نمیتونه بخریم. این ایران شده آجی. خدا
خونه یارو گرون بحث سیاسی الان برو می‌کنه. سمت خونه رو نگاه کن خونه رو نگاه قیمت همه کشیده بالا لهجه شمالی جونم دیگه نه اینقدر آقا اینقدر نه آقا کجای ایزم آره هستم آقا لهجه رو دیگه کم بیا کمش کن 433 بیا 433 زودتر بیا زودتر بیا نه اگه میخوای آره الان بیا همین الان بیا که میخوام برم بگو اومدم آقا اومدم قربونه 433 اینم 433 های دیوار شما فول اپشنی آقا معدن خیلی خوب پول در میارن ولی کشاورزی اصلا از بریم کشاورزی کشاورزی اصلا به درد سمتش داخل شهر مارکش کردم یادم نیست آقا سنتینل نه لاسمسی اوه های دیوار آخه حرفه‌ای آقا الکی که نیست آقا ما کیر شدیم آقا یادش بخیر آقا چقدر خاطرات خوبی داری ای مواد میدادی کارتل مواد یاکوزا این راست میگه آقا یادش بخیر ایتالیا سیسیل سنتینل آقا بیایم ماشینا رو برداریم آقا زایت با بنز آقای زیبا رو بریم ما الان اومدیم تو شهر آقا بنز خریدیم آقای زیبا رو بشین پشت ماشینت ما یه استخدام بشیم سریع بعد بیایم چیز کنیم اوکی آقا عالی میشه هاش یک سرچکاف بگی دوست عزیز آقا حال کردید اسممون آقا خود خرید بیا دیگه میتی جنی شده من نمیبینم سلام آقا خوبی؟ هو کویته پیداش بیا عزیزم چطوری؟ خوبی؟ میتی بیخی عدد. سلام دوست عزیز خوب هستی؟ خوبی خوش اومد دم شما گرم آقا خب حبیب این دو نفر اول قوانین رو براشون توضیح بده بعد تو استخدامشون کنم بریم با 347 بریم بچه دست شما در نکن الکی آقا به تسکاشون رو نمیاریم پس مایل میشه اینجا دست شما در نکن شما باید روزانه یه تسکایی رو بیارید که حالا برنج و مرکبات فعلا البته دارم میگم وسیله بیاریم چی؟ وسایل رو باید بیاریم وسایل منظورم همونه دیگه فرمه کشاورزی برنج و مرکبات فعلا اینا اتفاقا خیلی هم آسونه برنج و مرکبات خیلی زودتر در آره ما خیلی فارم میکنیم آره خیلی راحت‌تر مثلا یاد دادن بهمون ما داشت الان فارم بودیم ما یه چند دقیقه پیش آره دیگه اتفاقا این دوتا خیلی آسونه خیلی هم بله برنجو چی گفتی؟ تعدادش میونه که من کشاورزیه برنج خب تعدادشو بهتون میگم فعلا فقط برنج و مرکبات اگر تغییری هم کنه داخل فارما بهتون میگم دست شما درد نکنه و اینکه سجاب شما رو که زد میاد داخل رادیو جیارنو این رادیو آره حتما جیارنو داخل این رادیو من فکر کنم رادیو 9 میگین شما حتما باید داخل این رادیو باشه نه موقعی که سجاب شدید اینو بزنید میاد
دست شما درد نکنه. حواستون باشه دیگه، هر وقت اومدید داخل شهر آره حتما به داخل بازی. ما هم که فعلا فقط این دوتاست، میمونه تعدادش که فردا الا پس فردا بهتون میگم چه تعداد بیارید. دست شما درد نکنه دوست عزیز، ممنونم واقعا. برید پیش مهدی. آره آقا مهدی، آره مهدی بیا سجابشون بزن. بیا عزیزم بیا نام. آقا دست شما درد نکنه. ما حبیب بهمون تعریف کردین آقا اسمشون چی بود، ما اسمشون هم بدونیم. دوست عزیز اسم شما چی بود ما؟ اسمش حبیبه. آقا حبیب آقا. همه خوبه اینجا، همه خوبه اینجا، همه دم شما گرم آقا حبیب. همه بس خاله. بابا تبریک میگم، تبریک میگم. تبریک میگم. آیدی 203 بیرو خودتو بیکار کن. اسمت چی از؟ من علی ام آقا. آره برو عزیزم، برو عزیزم، برو خودتو درست بیکار کن شد. سری بیا. آ بیکار شم کجا باید برم؟ سلام عزیزم. آقا دستشویی رفتم. یه لحظت ای گرفتنمون یا اول فز. آروم باشید، آروم. ما پلیسیم البته، خیلی فرد خاصی. آقا ما الان برمیگردیم پس یه لحظه. رفت بیا ببینیم حکاما بازه آقا. نه ولی بازه. بیا 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 بشین بیا بشین. دعا کن صندوقش چیز داشته باشه. وای وای راست میگه. پرواز کرد. بذار ماشینشو سرویس کنیم باجی. بذار دم جاب سنتر میگردیم. میخوام شاپ بزنیم. آی زیبارو وایس، آی زیبارو وایس ما بیایم. خب فقط 11 تا مهمات دارم. آره بیا. آره بیا بیا. آی زیبارو منم همون 10 تایی ندارم. آی زیبارو پول نداری به ما، کم ندی آقا. نه شما اگر آی زیبارو ولی خب آجی اینجا شاپش تغییر نکرده. ببین آقا چیزی پولی داره. ای باز آقا. ای چی نداره آقا. آقا من اینجا رو نمیبینم. درست دارم میبینم؟ درست در نداره اینجا. نمیبینم در و دیوارو آقا. آها رفتم تو. بیکار. بیا مستقیم. برو آقا. برو سریع منم سجاب بزنن تا هستن آقا. برو همین مستقیم. آخیش لود شد اینجا. نه این یه تیکه یه لحظه اینجوری شد. آقا ما این ماشین رو در دیدیم آقا. گفت قشنگ آقا عجب تو میره اینجوری بگیم بشه. اصلا اسکلیم آقا. نمیدونه ما خودمون داریم آقا. ما غنیم آقا. ما پول داریم آقا. ما آقا الکی که نیست آقا. گفتم الان فرم بودیم آقا. ای آقا کرش کرده آقا. ای توف تو این زندگی آقا. کجا کرش کرد. یکی به تو ناموسن گنگ. ویدیو داشتی؟ آی زیبارو این اکیپتون گنگه رو بذار. این به کی میگه اکیپتون گنگه؟ به همه بارسا دانیال تو اونجا یاده یه ویدیو بود. نه آره ویدیوشو داره اونجا که آجی ما رو میخواستن بگو دیگه. یه قسمت داره که ما مثلا میریم سمت پمپ بنزین بالا شهر،
میخوام طرف رو بگیریم خفگیرش کنیم. بعد میایم برمیگردیم. آها اونجایی که دختره رو خف کردیم. نه اونجایی که سمت پومزی میخواستیم همه رو خف کنیم. میدونم دیگه. نه ارفانه پشت میکوبه بهمون. نه اونجا که من ماشین نداشتم زدم بنز سفید بود. چی بود؟ بنز پارسا. آره آره آقا لودینگ هم آقا زدی به بنز پارسا. چی شد آقا؟ رفتیم دنبال موتوری و یه دونه ماشین میگشتیم. یادت هست؟ میگه موتور بود. من یادت؟ نه آقا یادم نمیاد آقا. الکی آقا دروغ میگه عیزی برو شما. من ویدیوشو داری؟ من ویدیوشو خب دارم. نشونم بده آقا. برو دنبال این ماشینه. شاید این تو رفته. آها نه این هاشش. تو کجایی؟ این نیست که آقا. ها اونا کی؟ یا فقط یه لحظه بیای. آقا من چیز شدم. بیکار شدم آقای مهدی. تو فکره بیاد. بله من میگفتم باید بیکار بشم. بیکار شدم اومدم. سجابو که من نمیتونم. نه سجابو باید ایشون بیاد. فقط آره تو این تا حالا نمیشه یه کاری برای ما بکنی سجاب شیم ما؟ نه من که نه من دسترسی ندارم نمیتونم. یعنی باید دسترسی باشه. ها فهمیدم. حتما باید رئیس باشه. رادیو هر وقت سجاب زدید بیاید بهتون میگن. خب نگو اسلش بزن اسلش جی آر یه فاصله 9. اومدی؟ اومدی. آره رادین والکر درسته؟ اوکی. فقط تو این تا برادرم. چی؟ اوکی باشه. حالا ما به اون اسم سویم. بگو شما اسم چیه؟ فقط این که تو این تایمه بیاید تو من لباس ها رو بهتون بدم. بهتون بگم پول که داره. بگو پول هست. نفری 50 که باشه کافی. آره این لباسی که تن منه باید برید بپوشیدش. قشنگه. کدشو یه لحظه بذارم. برید این لباس ها رو بپوشید بیایید. قشنگه. باش. چون اینجا باید کامل همه تون یه لباس ست کنم. شماره رو الان براتون میزنم. یه لحظه باسی. دست نه اینجا رو قطع کردم. وایسا